اولا السلام علیکم شهروندان جمهوری تاجیکستان، تمام قشر جامعه شهروندی، مهاجران، مخالفان، از منصبداری عادی تا منصبداری بلندپایه آزادیخواه تمام مردم تاجیکستان. من دادابای فیضت‌الله رحیمبوی 21 ایون سال 1983 در ولایت سوق ناحیه قانچی در عائله کارگر تولد شدم. و شما من حاضر میفهمانم که اویدی تمامی در حیات و سرگذشت من و هر یک فرزند تاجیک باید فهمد، نوابسته از قشر عادی تا سیاستمداری بلندپایه. مدتی 23 سپتامبر سال 2017 بنابر سببی که زهر دادن قصد کشتن کردم، من ترک تاجیکستان کردم. از همون وقت تا این روز این همه حجت، تمام حجت های در کجا بودم، در کجا گشتم، چی کار کردم، چقدر تهمت ها شد، حکمای سودکتی همه چی های. باید یک چیز فهمید، تمامی اساساً در تمامی تاجیک‌ها باید داند که از 12 فوریه سال 1990 بهمن ماه خونی جمع میکنیم 1 3 2 فوریه دو ماهگی 5 1 1991 جمع میکنیم 6 9 18 6 24 2 4 6 همونجا 24 تا بودم قصد کردم مردم خیز. حالا همون زمان تمامی سیاستمداران میدونند که امام علی رحمان نبود. امام علی رحمان در رو رئیس کلخوزی داور بود. از همونجا باید هر یک کدام ما دانیم که شب تولد میشه. همون وقت امام علی رحمان میدان سیاسی بنام. برای همون از همونجا وجه کد امام علی رحمان بود. امام علی رحمان دنیا به طریق همون کدها اداره میشد و به طریق همون کدها شکاری روشنفکرا رفته ایستاده است در تاجیکستان با طریق کدهای امام علی رحمان. من همون حاضر میفهمم شما با گوگل هست تمامی دلیلا سابشست و یک کانالی ما با هست تحلیل های هر یک کسی که چند کسی قتل کرد کشته آمده سیان زندانی کرد سیان روشنفکر آزاد اندیش اینتلیگنت ژورنالیست دکتر حقوقشناس ادوکات روزنامه‌نگار همه انا همین راه قطعی مردمی که در بین مردم لیدرز که کار چیز دارد با انانخه راه قربانی کرده آمده سیان و همون کد رقم‌های من شما میفهمونم حاضر انانجا به دیدار استاد دانم رقم‌های دیداستان 05 11 1952 یعنی که 1952 این سال تولد امام علی رحمان روز ماهشتی 5 جمع 11 میکنید 16 حاصل میشه. فهمیدین 16 یعنی 16 سسیه 16 سسیه به امام علی رحمان سر قدرت آمد. اگر 1952 جمع کنیم یک جمع 10 پلس 5 پلس 2 17 میشه 17 یعنی که 16 جمع 17 33 3 جمع 3 6 یعنی یکم 6 که انا گفتم که 24 حال امام علی رحمان نبود انا کو این شو این در حقیقت تولد شده این من این دو تاش فالشی بوده این ساخته است امام علی رحمان برای سر قدرت آوردن من این دولت‌های همینجا که برای اون که سال 2004 2005 رستم امامی در شهر هامبورگ میاد گرمانی دادن همونجا با اپریدیلون همون ششای سیستمش همونجا قسم یاد میکند کدوشو میسازن و این شهر برای همون 24 33 این که چوک 16 سسی همش به همین امام علی رحمان سال تولدش دخل دارد همون 12 فوریه سال 1990 سال کرد. من این 19 برادر 12 1987 سال تولد رستم همینه روز ماهش کتی 19 کتی کرامت شریفوف هر کسی که از من نشان میتونم با صاحب شرکت که هنوز شکار میکنن اینا شکاری روشنفکر و آزاد اندیش هنوز رقم کتی روز حساب میکنن تو اساسا لوبای به همه برنامه های برای همین 12 یعنی که سیم رژیون با تعلق داشتن همونو چی میکنن اینا جمع میکنن و سه میکنن همون بچهای سیم بر ضد روشنفکر رو استفاده میبرن سیم رژیون همه کار میکنن یعنی اخیرش حساب میکنیم 8 و 7 15 میشه 1 جمع 5 6 یعنی 1 تا 6 یعنی امام علی شد دوم 6 یعنی رستم شد اخیرش
یعنی آزاده حساب میکنه 301 3 январи 1978 گوگل با های فهمیدین اخیرش حساب میکنین 7 جمع 8 15 میشه 3 میشه یعنی 3 کس قرار قبول میکنن 6 6 6 18 میشه اگر دلیل امام علی گرفتن یا عبدالله غربتی گرفتن یا دیگه آدمای هم همش گیرن عبدالستار همه گیرن همون عثمان نشون میتونن همونا همش 18 میشه حساب کنین که 3 تا 6 میشه اما 3 کس ریشه قبول میکنن پشت این با چی در داخل چی در بیرون گروه ها هست گروه های ساخته شده هست چی در پشت این گروه های ساخته شده هست اگر شما حساب کنید تاریخی سودی اولیه که سودی اولی ممنوع اعلام کردنی گروه 24 تاریخی حساب میکنید تا 24 میشه برای همون این رقم ها 24 میشه فهمیده نه اگر حساب کنیم همیشه 11 میشه 24 میشه همه خیلی کار میکند رقم های 24 15 میگن که این اینجا 15 میشه فهمیده نه اینجا 15 شد 15 24 6 اینا همه 6 به وابسته بوده که رقم ها همین رو به تعلق دارد فهمیدین همین رو به تعلق دارد وقتی که همش جمع کنی 9 میشه ایزولیاسیون 9 میشه 19 شکور مثلا عمره قوت حساب کنید روزی مرگش 16 میشه یعنی که بر ضد 16 سه رفت دیگر رو هر خیلی 19 میشه مثلا کرامت شریف دیپارتاسیون کردنش ایزاد امانت دیگر رو قتل کردن همه خیلی رستم پریکاز میذاره آزاد پریکاز انمی صفر خطی کار کنید شما همه وقت برای همون پشتی مثلا اگر حزب نهضت اسلام چیکونی تونه دار 24 گفتم که 29 فوریه سال 1990 24 سال میشه برای همین گروه 24 منیم با کمانده رستم به تعلق دارد چی این آزاده با اگر حساب کنید اگر این 19 میشه با 19 یعنی که حساب کنید اگر حزب نهضت اسلامی ممنوع اعلام کرده چی سودی اولی های گوگل با های ژورنالیست های خارجی و اینا کار کردن نمیتونن با چیزا دلیل همش در داخل گوگل از روی فکت گپ میزنیم سوره می‌بینیم برای همون انا خیلی 15 6 میشه برای همین همه خیلی کودکتی کار میکنن و وقتی که امام علی رحمان یگان نفر اکسترادیت کردن میشه کسی وزیر خارجه امام علی رحمان باشد اگر میگه که من مثلا من اکسترادیت کردن باشد از آلمان و تاجیکستان امام وزیر کارهای خارجیش روان میکنه خودش تلفن میکنه امام علی رحمان موضوع فکت هم نشون میده بعد همه آدمش میبیاد پیش از آمدنش امام علی رقم میتید هم و رقم وزیر کارهای خارجیش یگان وزیرش نمیدونن میگه که همون وزیر همون امنیتش بیا وزیر کارهای خارجیش بده راهبر دولتش بتید اینو میدونن دنیای همه خیلی رقم کتی اداره میکنن هر یک راهبر دولت رقمای چی دارد که اینو میدونند که همین رقم کتی همون کارشو بود کردن در کار افتاد فهمیدین برای همون برادرای من انا اینجا به сообществе کانال ما های сообществе کانال ما من اینجا میگم کانال ما сообществش اینو می آدما من آدما همش همه خیلی رقم کتی اینجا به مثال چیاشو نه لینک های موندگی ما لینکتی با حساب میکنید تا خودتون این مثال من اولین تاریخ شناس هم خیلی 1206 اگر 1206 جمع کنید ماه ایون بود 12 ایونی 2024 یعنی که چی میشه 16 میشه فهمیدین 16 میشه 18 میشه فهمیدین 18 میشه اگر 8 دیگر جمع کنید 26 میشه 2 جمع 4 2 جمع 6 8 میشه 88 ماشینایی که میدونتون شما فهمیدین از گوگل فهمیدین همه خیلی کار میکنند همه سیرکانی پرزیدنتی سابق هم خیلی فهمیدین نه اینمی اوشاک جان حکیم فهم محمد باقر هم خیلی کادو کتی خطر کردگی موندگی مو میدارین خودتون میبینین عمر علی قوت هم کرامت شریف هم دیپورت کردنشون من این بچهای گروه 44 که بدخشان بود همینا هم خیلی کردگی بزرگ یورف هم خیلی کردگی من این ژورنالیست کارگر امنیت بود همینا هم خیلی کردگی این بچه‌ها که بدخشانی بود بلاگر اکتیویست همینا هم خیلی کردگی خوش آمد این امریدین هم خیلی چهارشنبه هم خیلی این شاعر نویسنده هم خیلی این دکتر هم خیلی این پرزیدنتی به نامزدیش مونده بود بچه بدخشانی انا همین هم خیلی همه خیلی کردگی این چیزایی بینیم این بچه هم خیلی کردگی فهمیدین حقوق شناس اکتیویست بود گروه 44 فهمیدین انا این گنرال بود خوابش هم خیلی کردگی الفت خانم
همه انامخه کودوکتیش با ایزد امونم فهمیدینا زاوتبک امینی هم این 10% شما کردی دلیری امام علی عبدالله غربتی همه کودکتی چی کردی همه شکار کردی انا کم من شما با حیات خودم میفهمم در مدتی 7 ساله که من در همین جا قرار دارم 2555 روز میشه 23 سپتامبر 2024 بود هر روز پرابلم تهمت انم خیلی بهتون میسازم یکم من شما میسازم من نگاه میکنیم اینجا بود کاغذ من نگاه کنم روز 16 08 من اینترویو داده بودم 2018 همون وقت اینترویو دادگیم با برادرها من زبان نمیدونستم و ترجمان روس اشتراک کرده بود اینا کاغذاش همش من بعد زبان یاد گرفتم همش اینو اصلاح کردی اینا اصلاحای میدونید اصلاح کردی همش که خطا بسیار است اینجا فهمیدین بعد برای من زبان نمیدونستم سال 2018 همش همه این کاغذا همش به حقیقی خطا است هم اکثریتش اینا ببینید خط کشیدگی من اصلاح کردگی بسیار چیزایی که من نگفتگی نویسگی من میفهمم و انا این است انا اینش هم همین کاغذا اصلاح کردگی همش هست اینا من بچهای آماد با از آلمان روان کردگی از آلمان برآمدگی همه کاغذ انا این کاغذایی که چقدر تهمت ها همش سوده می‌نویسن چون همش پراف برآمدگی من فهمیدید برای همون 25 ایونی 2024 من گشته دعوت کردم 5 سال پس جواب نداده بودم 5 سال نه نگاتیو نه پوزیتیو یگان چی نداده بودم بعدا من دعوت کردم برادرای من پرسیدن کاراتکا اویدی من فعالیت حرکت سیاسی پرسیدن من اویلدار بودن یا نبودن پرسیدن اویلدار نیستم گفتم سبب جدا شدن نپرسیدن کجا تولد شده تاجیکستان پدر و مادرت کی بود نپرسیدن همین چیزای اصلا اما اویدی شخصیت هم بسیار چیزای نپرسیدن و جواب دادم نگاه کنید 1608 امام علی رحمان دولت آلمان رو زنگ زد گفت که جواب اتکسته اکسترداtsiya کنیم گیرم من و در همین کاغذاشون 3 تا پونکت موندن که سبب اتکاس دادن یعنی که برای چی من اویلم جدا شدم سببش رو من میفهمم شما همین سوال ندادم میدادم من میفهمم یا فهمیدین برای همون خرج تو بدوند مردمی من داند اساس مردم فهمیدین انا این بعد این 16 دیدین انامون чикати код кати мера фамидина ана ина уже сопроводительный письмо ина оригинал 19 бини 19 дераждени рустам яъне командаи рустам бояд кор кунад тӯҳматҳо карди гирду атрофи ман бошаду наблюдат карда мана депорт кунам эмомалиро супорона эмомали қатл кунам баъд оиди оиладор будану набудан ана инҷо биям якта дига тӯҳмат вақте ки ман оиладор будану оилам ҷудо шудам ман ҳамиҷа баъд вақте ки вай тарси бар зидди клано рафтан эсенусон идеология мана фаҳмида ана инҷо биям кодои тӯҳмат биям ҳа ина исбот кардагиман 16 тарихи 18 дидостон 19 фаҳмидена 19 ҳамаша ин коғазои официални ина исбот карди агар мепурсид рӯзи 25 рафтагида ман инои нишон медодам факто кати ки ҳама хел вай вақте ки ҳама хел тӯҳмато буд ин исбот шудаги ана ин коғазе ки ҳусейн мегӯяд ку ин касал ё бемор шуд ана ин коғазе ки швейтсария ба вақте ки мана задам бародаро 9 соат питка кардану баъдан сар додам ҳамунҷа ба бародарои ман ки боше анинҷа ба коғази асли ҳамин коғазай ман шуморо фаҳм монам ана ин коғазай вақте ки мана 9 соат питка кардам ин вақте ки больница мерид ҷароҳатото мегирад ки ана инҷои нависагии ҷароҳатои ман доштид барои ҳамун ресурс асосан дар швейтсария меравад ку тибқи гуглам чӣ кунен давлатое ки заинтересовани тоҷикистоно мекашонанд моддаи 13 асосан хитой швейтсария ҳамун давлатои русия ҳамуно барои чи худошона шутоби питка кардану ҳамахе кунанд спасат кунанд худошона ҳамин кора карданд ки шутоби манин коғаза кунанд фаҳмида инам ҳамин числаша ҳисоб кунем гар дераҷдани эмомали раҳмон нигоҳ кунем дераҷдани эмомали раҳмон ҷамъ кунӣ 16 мешад 17 мешад ҳамаша 33 мешад ҳамин таърихи ҳамин коғазам ҷамъ нигоҳ кунтон
خیلیش به 24 میشه، نه 24 رو فصل میتیم، 24 رو فصل میتیم و آینده با میگویم این 30 میکند، اینش 33 زکازی امام علی رحمه کردیم. همه کاغذها با کد همین است. پرتجین 7 سال همش کاغذ که من شما فقط نشون دادم. برای همون دلیل امام علی گریمگرش 15 ایونی سال 2022 محکم کردند. یعنی 15 یک جمع 5 6 6 ماهگی ایون سیوم دویم 6 2023 تا 2 6 همش همه خیلی فهمیدن؟ نه اینجا هم خیلی 3 تا 6 جمع کنیم اگر 18 میشه. 18 همه وقت ایزولیاسیون تورما فهم کنین. همین حوزه اخیرا دستگیر شدگی علمای حساب کنید داره 12 6 ماهگی به محکم کردم سید جعفر اما جمع کنید 18 میشه. فهمیدین؟ یعنی که ایزولیاسیون برای